ششم دکامبر به مرزبانان اتریاد لیلک خدمات مرزبانی قرقیزستان شهروند این کشور پیرنظرف مراجعت کرده خواسته است که برای برگردانیدن گله اسبایش که هنگام چرانیدن به قلمرو تاجیکستان گذشتند کمک کنند. مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع داد که مرزبانان قرقیز با مرزبانان تاجیکستان در تماس شدند و با شرافت‌های همکاری طرفین خود همان روز ششم دکامبر مرزبانان تاجیک اسبای بازداشت شده را به قرقیزستان برگرداندند. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که گله عبارت از دست کم 14 اسب پیرنظرف در خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان به بالای یک تپه می برآیند. پیرنظرف برای کمک فوری در برگرداندن اسبایش به مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان اظهار سپاس کرده است. در وقت‌های اخیر این خبر برگردانیدن اسبها از جمله انگشت‌شمار خبرهای مثبت و دلگیر کننده از این مرز است که قریب سراسر به یک نقطه داغ تبدیل یافته است. یادآور می‌شویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز ناحیه‌های بادکند و لیلک قرقیزستان با جماعت شهر اسفره و ناحیه غفورو تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زدوخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته حدود 240 زخمی شد. این زدوخوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی SSR دانسته می‌شوند. قرقیزستان از 20 می در پی آن مناقشه خونین مرزهایش را با تاجیکستان بست و رفع شهروندان و انتقال محصولات را اجازت نمی‌دهد. هرچند بهانه رسمی بستن مرز پاندمی کرونا ویروس گفته میشد، ولی مقامات بلندپایه قرقیزستان چندین بار گفتند که مرز با تاجیکستان تنها بعد مشکلات موجوده مرزی با این کشور همسایه باز خواهد شد.